15 ایون از بازداشت دلیر امومری و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگار محکوم شده تاجیک که برخی جزئیات پرونده آنها برای جامعه هنوز ناروشن است، یک سال گذشت تا به حال نزدیکان و پیوندانشان به بیگناهی آنها باوری دارند و امیدوارند که به نزدیکی آنها از زندان آزاد میشوند. یک سال پیش در همین روز در راه به سوی کان بادام در حدود ناحیه عینی دلیر امومری بازداشت و شام همان روز عبدالله غربتی به دادستانی شامنصور دعوت و دستگیر گردید. تا صبح روز دیگر 16 ایون مقامات توسط وکیل دفاع گفتند که آنها دستگیر گردیده برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته شدند. هر دو روزنامه‌نگار عائله‌دار صاحب کودکان خردسالند و حتی زمانی که عبدالله بازداشت شد کودکش همگی 10 روزه بود. او تا به حال نمیفهمد که پدرش در حبس قرار دارد، ولی 3 فرزند دلیر که کلانترند پیوسته پدرشون را سراغ میکنند و همسرش نمیدوند به آنها چی پاسخ دهد. زیتونه عنایت و همسر دلیر امومری حالا در خانه پدر شوهرش به دوزندگی پرداخته است و بار وزنی زندگی با 3 فرزند نابالغ پورا به دوش او افتاده است. پیشتر بار زندگی را دلیر امومری پورا میکشید و زیتونه عنایت و به تربیت فرزندان مشغول بود. او میگوید همراه شوهرش زندگانی آسوده و پرمهر و محبت داشت. هرچند دلیر عنقریب هر هفته به مقامات گوناگون دعوت میشد، اما او باور داشت که کار غیر قانونی را انجام نداده است. همسرش میگوید روز بازداشت دلیر امومری برایش فراموش نشونده است و سالگرد آن دردها و خاطره های تلخش را دوباره زنده میکند. آن روز تخمینا ساعت‌های 10 به دلیر زنگ زدم. گفت حالا در دوشنبه است. هرچند نقشه داشت که بر وقتتر به سفر براید، گمانم واخوری داشت و آن به فکرم نتیجه دلخواهی نداد. میگوید زیتونه در این بین چی شد و دلیر کی برابر آمد اویلش خبر ندارد، ولی پس از ظهر در خانه اجاره آنها را کارمندان دادستانی ناحیه شامنصور گفتند و از بازداشت شوهرش خبر دادند. همسر دلیر میگوید آن شب تا صبح خواب نرفت و صبح وقتی به دادستانی شامنصور رفت و او گفتند بر ضد همسرش پرونده جنایتی باز کرده، او را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. او آن لحظه ها را هیچ به خاطر آوردن نمیخواهد. من باور داشتم که دلیر گناه ندارد و بعد 2 ماه باز به خانه برمیگردد. در این مدت چند مرتبه واخوری داشتیم. دلیر میگفت که به همین زودی برمیگردد. مقامات نیز اون وقت میگفتند گپ نیست جوابش میدهیم. 2 ماه حبس پیشکی به تلخی ها گذشت و زیتونه آن روز امید داشت که دلیر به خانه برمیگردد. سنگین ترین روزها برایم آن 2 ماه بود. خواب نداشتم، چیزی از گلویم نمیگذشت، دست و دلم میلرزید. تنها امیدی که امروز یا پگاه دلیر با درود خانه می درآید مرا قوت میبخشید. نقل کرد همسر دلیر امومری. امروز او میگوید شوهرش را به جبر زندانی کردند. در مرافعه شاهدان آمده بودند که نمیدونستند چی میگویند و آن چنین مینمود که گپ را به دهان آنها مانده باشند. یک زنی که به مرافعه همچون شاهد آمده بود گفته است دلیر را نمیشناسد و نمیداند در سود چی گوید. او گفت باز هم دلیر بود که در ملاقات اول در زندان ما را دیگر باره روحیه داد و به ادامه حیات و مناظره با سختی های روزگار به پا خیزاند و میگوید برای فرزندان دلیر آنچه که میخواهند خریده نمیتواند و وضعیت تامینات روزگار به تنهایی دشواری میکشد، اما شکست نخورده است و با سختی های روزگار مشت به گریبان است. مشکلی ندارم بجز از نبودن عبدالله. به فرق از او مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی میگوید از چیز تنقصی ندارد و تنها نبودن شوهرش او را اذیت می‌دهد. او حالا از منطقه کولا برای رسانه ها گزارش می نویسد و روی شوهرش را ادامه می‌دهد. و گفت هرچند عبدالله قبلا اوید و احتمال بازداشتش صحبت نمی‌کرد، ولی او همیشه خواطر بود و همیشه تاکید می‌کرد که با احتیاط باشد. انتظار نداشتیم کار تا این حد میرسد. گاهی میگفتم که شاید همین سخن گفتنت شرطی نباشد، فقط میگفت که یگان کار غیر قانونی نمیکند. نقل کرد مبارک قاسم. نام برده لحظه‌های اول بازداشت عبدالله را به یاد آورده نقل میکند که روز 15 ایون وقتی که دلیر امومری را به دادستانی ناحیه شامنصور آوردند، عبدالله همراه چند روزنامه‌نگار پشت در دادستانی رفتند، ولی دیر نگذشته تلفنش یک بار دستنوره شد و تنها نیمه شب وقتی کارمندان دادستانی همراه وکیل دفاع برای بردن کامپیوتر کاری عبدالله به خانه‌اش آمدند، درک کرد که شوهرش نیز بازداشت شده است و روز دیگر فهمید که به ضد عبدالله پرونده جنایتی باز کرده
او را برای دنبا به حبس گرفتند. وقتی عبدالله 6 ماه در بازداشتگاه موقتی بود، همگی چند مرتبه 20 دقیقه که توانستم او را ببینم و در این صحبت ها همیشه به یکدیگر تاکید میکردند که رو افتاده نشوند. خبر حکم عبدالله برای مبارک غیر چشم داشت بود و او از زبان یکی از دوستانش آگاه شد که او را زندانی کردند. در این وقت من برای گرفتن اجازتنامه واخوری نزد دادرس رفتم. او در جای کوریش نبود. من در درآمدگاه منتظر نشستم. در همین وقت یکی از دوستان این خبر را رسانید و من در حالت شوک افتادم. باور نکردم. خودم رو داشتن نتوانستم. زور گرفتم. سرم چرخ میزد. فکر میکردم دیگر نمیتوانم راه روم. آن روز بسیار روز وزنین بود. فقط میگفتم باید این خیل نمیشد، اما شد. افزود این همسر روزنامه‌نگار مبارک قاسم میگوید بازداشت و حبس عبدالله نبض زندگیش را به حدی به هم زد که حتی پسرش از شیر مادر هم محروم شد و او همیشه میترسید که خدای نکرده روزی برای پسرش شیر خریدن نتواند. مبارک قاسم میگوید قضیه‌ای که به سر شوهرش آمد به او قوی بودن، صبر کردن و از خود و شوهر و عائله‌اش دفاع کردن را آموزاند. مبارک قاسم حالا به تربیت پسرش مسعود 1 ساله مشغول است و زبان انگلیسی می آموزد و به دوختن کرده های ملی مشغول است. هم زیتونه عنایتووا و هم مبارک قاسم باور دارند که شوهرانشان بیگناهند و در نزدیکترین فرصت عدالت تنتنه می کند و دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به آزادی می برآیند.